در شمال کشور ماه بیش از 200 نفر زن برای کمک به سازمان جمعیتی مرکز زنان گلرخسار مراجعت کردند. بنا به اطلاع سباعت باباجان و معاون مرکز زنان گلرخسار در سال 2023 بیش از 2000 زن به مسئله های گوناگون مراجعت کردند که بیشتری آن به مسئله های خشونت در عائله ارتباط دارد. با گفته باباجانова به مرکز از کلین های نوخانه‌دار تا زنهایی که به عائله داریشان 20 سال سپری شده است مراجعت می کنند. این مراجعت ها عاید به خشونت، گرفتن یاری روانی و حقوقی، گرفتن کمک مادی و تأمین شدن با پناهگاه موقتی است. اکثریت این زنهایی که با ما مراجعت میکنند یعنی زیر خشونت خانوادگی قرار دارند، آنها از جهت اقتصادی پابند هستند به شوهران خود، به اعضایان عائله خود. مثلا بعضا حالت‌هایی میشود که زن با همراهی 3 4 حتی 5 نفر کودکش وقتی که شوهرش از خانه پیش میکند، وای در همون حالت به کجا رفتن، چطور معمایش رو حل کردن رو نمیداند. به زنانی که گرفتار معمای روانی شدند پسیکولوژی مرکز کاربری میکند. به زنهایی که دچار مشکل حقوقی شدند حقوق شناس مصلحت داده، اینچنین برای نوشتن عریضه یا دیگر نماد کمک حقوقی مساعدت میکند. تمام خدمت رسانی ها در این مرکز رایگان و مخفی می باشد. و بیشتری همین زنهایی که جبر دیده خشونت خانوادگی هستند، یعنی سوالی به میون میاد که چی وادار میسازد که همین ها خانه‌شون ترک نموند، چی وادار میسازد که همین ها طاقت میکنن. اکثریت اونها یگان سرپناه ندارند. باباجانова اظهار خوشنودی کرد که تعداد مراجعت کنندگان از روی کاتگوری های معمای شهوانی، جسمانی، طبی، اطلاعاتی و کوشش سوءقصد کمتر است. زنهایی که جبر دیده خشونت خانوادگی هستند و وقتی که مراجعت میکنن ما باید آنها رو دستگیری کنیم، چون که آنها در همین حالتهای حساس قرار دارند و حتی زنی که گرفتار خشونت خانوادگی است به کلی با تربیت فرزند مشغول شده نمیتواند، از بس که خودش تاثیر منفی پسیکولوژی دارد، در حالت عصبانیت یا اینکه افکت یا اینکه استرس قرار دارد و همین علم خودش از کودکانش میگیرد. خشونت عائلوی بر روحیه و تربیت فرزندان تاثیر منفی خود را میرساند. از این رو برای سالمی و آینده نیک کودکان و نورسان خشونت را یکجا می باید ریشه کن کرد تا نسل آینده دار و امید بخش به کمال رسد.